سلام بچه‌ها. امروز ویدیومون درباره دوچرخه سواریه. ویدیو عادیه. بریم واسه ویدیو. لیتس گو. من گفتم تا شارژ آخر گوشی دیگه، حالا یارو گوشیش تو شارژه تا اول تموم نمیشه. سوسماس حرف خوبی زدی یا ای شون رفت تو گل. بچه ها بریم یه تیکه به دستی بی دستی بریم. بچه زر میزنه. منم دارم یه دست میرم. خب نجا برم تو ماشین بابا. چته بچه این دوست دارم همیشه بزنه هم بیفتم. بچه ها پام دم کنم بزن. لایک کنید، لایک سابسکرایب کنید، لایک سابسکرایب کنید. یه دیگه جون بگیرم. بیا با هم دیگه بریم. بیا جایزه دارم واسه بچه‌ها. خیلی سخته. اوه کامله چقدر بزرگ. ببینیم ما خواهیم با مامان ایشون بریم یه جایی دور بزنیم. اینجا نباید بگیریم. بخشید. سلام بچه ها. بچه که مویرت کنیم، که حال بگیریم. اوه امیرعلی اصلا لایک الکی میگه ایزه. اوه باشه بریم بچه ها. بریم جایی، بریم مغازه. میای الکسام میای؟ نه اشکام بمون اینجا. الکسام بیا. سری میام. بچه ها بریم. بچه بریم. پام دم کنم. این دو شقایت که مشکل داره، اما مویی که میتونیم بزنیم ازت زیاد. حلالم کنید. اوه هشمام بابا جواب حال میده. بچه بقیه نیمادن. بایستیم بریم. اومدن بچه اومدن. بچه ها بایستیم بریم. چطوری داشت؟ خوبی؟ بچه دقیقه بایستیم. ایشون بیاد. بریم چیکار میکنه. بچه چون دوربین اینجوری خفه، چون زیاد خاک و اینا میاد جلوش میشینه دیگه، اینجوری میشه کیفیتش. حالا بهترش ما بسید یه کاری میکنم. بچه ها ایشون رو، این لباسوسیه رو اسمش اشکانه، باید دیگه بترسونیم. ناسلامتی ما 4 سال داریم دوچرخه سواری میکنیم. ایشونه از خیابون میریم. حال بکن. اوف عجب ماشینه. اوه عجب ماشینیه.
بچه این فوش بعدی که ایشون داد سانسور میکنم بساتون یوتیوب گیر میده. بله الکسام بیا بریم. الکسام رفته خوراکی بخوره. من ناموسا تشنمه. بعد دقیقه خوابه میریم اتکا بخوریم. ارسلم بیم ارسلم اصلا اتکه اسلیم خانه. آره چه بریم بچه ها دست انداز. این دست اندازه خطرناکه خیلی بده. من این دست اندازه خیلی میترسم بیفتم زمین. بچه ها شب میشه یه ماشین داریم با سرعت. من داری با سرعت میریم. ایشون انگار میگه وایسا. تو میدونی که دندتو زدی یک داری میری. بعد میگی من خنگول آی رفتم تو چاله. اینا رو باید بگیریم اتیکه داشت بازی کنیم. اوه حاجی حال کردین حاجی اینجا بچه اینجا دسته حاجی. حالا اون تایر را دارم اینجا نبا بگیریم. ممنوع حاجی چه سگ خوشگلیه. سلام چه خوشگلی تو. اوه نزدیک یه گازم میره. آخ باید اینجا بدبختی رچ. بدبختی اینجا رچ. ما تونستیم رچیم. حالا امتحان میکنم. بچه اینجا یه سخته گیر کردیم ماشینا گیر میکنم. خش بیفته و پول سپرش بدیم. بچه خدا لایک و سابسکرایب کنید. امیرعلی با همین. آره اوه بچه خون بچه از بالا اومد تنبل خانوم. از بالا اومد سام. الکسام از بالا اومد. اوشون سام اسدی. من اسمم امیرعلی توانایی. اونم سامه. اونم سامه. اوشونم ارسلان. بچه بیه لحظه امیرعلی برو از اون پسرها بودن ازشون فیلم گرفتی. خب برو از اون فیلم بگیر همینجور وایس. کدوم نیلوفر نو؟ نه بیفتن دنبالمون. نه میشیدی همینجور لباس سبزه؟ نه هم دوتایی یه دختر یه پسر. دوست دارم فیلم میگیرم. کجاست؟ یه اکیپ بودن تو راه نیلوفر نو. شما دیدمشون یه بار. بچه اون چیزی که سام گفتیم انجام بدیم. اول تشنم بذار برم اتکا بخورم. بچه تشنمه یه دیگه برم بخورم بیام. تشنمه حالا بیام. بچه این بچه های زیر میزنن میگه کات کن به سطح میگن بچه ها قطع کنم آبام بخورم حالا بیام. اومدیم بابا خودم تشنم بود واقعا. بچه ها تو نشست تو خونه داریم میشنیم حال میکنیم. ما داریم جون میکنیم. اینا هی دارن لای میکشن. ما هیت که لای میکشیم سرمون گرم شد دیگه. اوه بچه ها حال کردیم. سلام اشکان جان.
دعوا شد قطع کنیم یه دقیقه. بچه دعوا شد ببینیم. تو هم فکر کنم قرار دعوا شه. بچه ها بیان سریع بیا سام بیا نمیاد آقا این موی بکشیم تا میریم. حالا ببرستم کنم قرار دعوا شه بدبخت شدیم. جولان باریم اینجا بچه گوشون برمیگیریم فقط نباید ببینن بچه خدا میگیرم ازشون این میبینیم این نمیتونی ببینیش. افتاد لعنتی بعد افتاد دوباره دارم میان دیدیشون دارم میان وای بسته نرم بذار اینم میتونم بچه دارم میان بچه دارم میان نزدیک شد آیسا بودو ای لعنتی خیلی شد بچه بشه بخشید اینجا یه دیگه چال هست دردش بچه ها قد میکنیم اینجا ممنوع فیلم گرفتن. من میتونم ویدیو بگیرم. شب شد دیگه شب میشه بریم. هنوزم دنبال من عارف کنم نه رفتن نگاه کنید رفتن خدا شکر اومد کردم. بچه دیدنم یه دفعه بچه اونجا بریم پیششون. افتاد دنبالم آقا. الکسان کو سام کو الان کجاست دوباره نیلفرنو نبودن تو پارک بودن. کاته؟ بچه این فقط نه کاد نیست آقا بیم. بچه این فقط یه ویدیو علکی مثلا میخوام ما رو کتک بزن اصلا فکر نکن خودتون. نه آقا واقعا میخوام بزنید. نه دروغ میگی. نه واقعا افتادن دنبالم با چاقو دنبال منم افتادن. دو زدن گفتم وایسا یا شکی ویدیو گرفتم ازشون یه افتادن دنبالم. چیزی نمیشه. بیا با هم دیگه بریم بیا بریم. دور بزن بریم. بدو این کجاست؟ افتاد؟ حاجی ببینیم تو چی؟ نه اینهاش افتاد دنبالت دوباره از دلم. افتاد دنبال من آقا. پارک بودم افتاد دنبال من. نه نیستم. من رفتم از کاکتوس رفتم چی؟ رفتم افعی بیام افتاد دنبال نیلفرش انداختم اومدم نیلفر 2 دم در باشگاه اومدم رفتم. یواشکی ازش میرفت.
جلو در باشگاه قطع فیلمشو جلو در باشگاه رو قطع کردم. بابا اصلا ویدیو تموم شد بعد ببینیم فیلم رو ببینیم. بچه ها به زور پاک کردم فیلم رو. محصام نگیر. نه از من دارم میگیرم. بریم یه که مغازه چی بخورم. بگو بریم بچه بلش کن بریم باز خواهیم خوراکی بگیم بخوریم. بریم بچه واقعا خیلی بده. اون 3 تا ویدیو که گرفتم حالا ادامه ویدیو میزنم. 3 تا ویدیو منو هست کرد. تا این خوراکیاشو بخره چند دقیقه طول میکشه. بچه واقعی اومدن فیلمامون هست که گوشمون گرفتن. حالا داریم با دوربین میگیریم. نه اشکال نداره. نه اشکال نداره. این فیلم ها دیگه پاک شد. اشکال نداره. تا این بگیره بیاد اون میشه. بچه ها خیلی بده من ازش ناموسن من دیگه فیلم نگیرم. بچه ها فردا میریم دوباره ازشون فیلم میدیم یواشکی. این بار دیگه انقدر یواشکی میدیم که دیگه اصلا ما رو نبینن یا اصلا اگه دیدن سری بریم. سام فردا دوباره بیای. نمیای تو؟ ما هم پارت 2 شو بگیرم. خب میدونم به بچه ها گفتم. پاک کردم اینا. میخوام فردا بخون این بار فردا یواشکی بدونی که بفهمه. اگه بفهمم سری در میریم. این بار رای افتاد دنبالمون سریع نیل فرش میریم و جلو باشگاه میبیچیم این داخل زنگ فوتبال. فردا باش از زنگ فوتبال بخواب میریم اون ته چیه پیش اون مغازه پشت پایینیه داخل کوچه اونجا. ها ای میای بیا چی؟ آره اونایی که فهمیدن سریع میریم و سمت باشگاه. کوچه چی بود؟ نستنن چند؟ بریم بخور بریم دیگه. بریم من برم بریم عقب. تشنه میشه آقا. بریم این داشت بریم الو ببه ستارم خیلی زیاد. بله بیا دیگه. الو ببه سندو کلی کسه بیا دیگه. زمان کنید اصغر منتظرم بیا.
سام فردا ساعت 5:06 بیایم بخواب ساعت 5:06 بیایم بریم دوباره سراغشون باش. افتادن دنبالمون بریم کوچه روبروی باشگاه. باشه میری خونه الان؟ میری خونه؟ آره؟ باشه. هی گروه یه خداحافظ کن با بچه خداحافظ. یادتون بره.